سلام بچه‌ها، امروز اومدم که بهتون یاد بدم که توی 1 دقیقه به راحتی به VPN وصلیم توی PC و لپتاپ. اول از همه میریم توی گوگل یا همون کروم سرچ میکنیم free VPN for کروم. بعد که زدین روی اولین سایتش کلیک میکنیم که مثل خود کرومه. بعد توی این بخش باید بیاین و حالا اینجا که وارد سایت شدین اد کروم رو میزنید و به راحتی بعد از اینکه اد کروم زدید اون بالا بغل پازل اون VPN که هست میاد براتون، میزنین روش و هر چیزی که میزنن میزنین نو ADS و اینا. بخاطر اینکه ما تو ایرانیم و تحریمیم و نمیتونیم اشتراکشو بخریم چون تحریم هستیم و میایم میریم واسه فریش. اینجا حواستون باشه که حتما پین کنین اینو که بغل پازل همیشه باشه VPN و به راحتی بتونین بهش وصل بشین. بعد از اینکه این کارو کردین، همه رو زدین اد کروم و اینا رو زدین، VPN رو میزنین، وارد میشین و یه سروری انتخاب میکنین، فرقی نداره. من حالا مثلا سرور آمریکا رو انتخاب میکنم، یه دونه سرورشو. بعد از اینکه انتخاب کردین وصل شد، به راحتی میرین کار میکنین. یه چند دقیقه بعد صبر کنین که VPN وصل شه، یه چند ثانیه صبر کنین و راحت تمام وارد یوتیوب میشین و به راحتی هر کاری بخواید میکنین، اشغال میکنین. و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشید. براتون مفید باشه. اگه مشکلی پیش اومد حتما تو کامنت پاسخگو هستم. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.